سلام عزیزم. چیزی که من از توضیحات شما متوجه شدم این هستش که موضوع صرفا یه نگرانی ساده برای والدین نیست، بلکه ذهن شما دائما داره توی یه آینده فرضی زندگی میکنه که براتون سناریوهای آزاردهنده‌ای رو میسازه. مثل اینکه اگه یه روزی والدینم کنارم نباشن چی؟ اگه من بچه دار بشم و اونا حضور نداشته باشن چی؟ و مثالای از این قبیل. و این موارد باعث میشه که شما از زندگی در لحظه حال و زمان حال نتونید لذت کافی رو ببرید. نکته‌ای که من باید اینجا بهش آگاه باشم و بسیار حائز اهمیته بحث همجوشی بین فکر و عمله. یعنی فکر کردن به یک موقعیت به معنی اتفاق افتادن اون نیست و ذهن من در حال ساختن سناریوهایی برای موقعیتایی هستش که خارج از اراده و کنترل من هستم و میخواد من رو برای اون موقعیت‌ها آماده بکنه. بنابراین این نشونه هایی که با هم چک کردیم بیانگر این هستن که این افکار بسیار آزاردهنده هستن و باید براش اقدام درمانی انجام بدیم. و هدف درمانی شما این نخواهد بود که من دیگه هیچ وقت به نبودن والدینم فکر نکنم و این فکر رو در واقع بندازم توی سطل آشغال، بلکه هدف من این هستش که اگر سوگی هم در زندگی من اتفاق میفته و یه روزی اگر پدر مادرم رو از دست دادم بتونم اون رو بپذیرم و در واقع طوری باهاش برخورد بکنم که تمام ابعاد زندگی من رو تحت تاثیر قرار نده. خب حالا اگه این فکر به ذهن من خطور کرد من چه کاری میتونم براش انجام بدم؟ بهترین کاری که ما اون لحظه میتونیم انجام بدیم شناسایی اون فکر و پاسخ دادن به اون فکره. ببین اون فکری که اومده توی ذهنت و داره حالت رو به هم میریزه یه نگرانی در مورد آینده است و به معنای اتفاقی که همین الان به شکل واقعی داره رخ میده نیست. خب حالا من چه کارایی میتونم همین الان انجام بدم و چه کاری در حال حاضر از دستم برای والدینم برمیاد؟ اینکه مثلا برم کنارشون بشینم، باشون صحبت بکنم، با هم یه چایی بخوریم، با هم تلفن بزنیم، صحبت بکنیم و معاشرت بکنیم. و اما راهکار دوم، زمان نگرانی برای خودتون تعیین بکنید به این صورت که در طول روز برای اینکه اون افکاری که داره آزارتون میده رو انکار و سرکوب نکنید روی یک کاغذ یادداشتش میکنید و توی زمان نگرانیتون که میتونه 10 دقیقه 1 رو 20 دقیقه باشه به اون افکار میپردازید